سفر به ایران مثل کشورهای اروپایی امنه. اولین بار به ایران میام و محو زیبایی شهرهای تاریخی ایرانم. مردم اروپا توصیه میکنم حتما به ایران زیبا سفر کنند. ایران کشور زیبا و مدرنی هست. بخش‌های کوهستانی که هنوز برف دارن چشم نواز هستند و من ایران رو برخلاف ادعای رسانه‌های غربی امن دیدم. آذر سال گذشته بود که هیئت دولت از لغو روادید با 28 کشور جهان خبر داد. پیشتر هم روادید کشورهای ترکیه، ارمنستان، سوریه، قزاقستان، گرجستان، عمان و عراق به صورت دو طرفه و جمهوری آذربایجان و کشورهای چین و مصر به صورت یک طرفه حذف شده بودند. سیاست ما تقویت گردشگری بین کشورهای همسایه و همجواره. ما روی این داریم تمرکز میکنیم. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان بدون داشتن ظرفیت‌های گردشگری سرمایه‌گذاری سنگینی برای جذب گردشگران خارجی کردند، اما کشور ایران با دارا بودن اقلیمی 4 فصل و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ظرفیت جذب گردشگران خارجی را دارد، به شرط آنکه ورود گردشگر تسهیل شود. دولت اجازه بده دست بخش خصوصی رو باز کنه، سفرای ما احتمام داشته باشن، بازگوش به حرف بخش خصوصی مرتبط خودشون بدن، اجازه بدن که این گردشگر بیاد. تعداد گردشگران ورودی در 4 ماهه نخست 1403 2,543,000 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% افزایش پیدا کرده. 4 ماهه نخست سال 1403 تقریباً نخستین مرحله اجرای لغو روادید با 28 کشوری هستش که به اجرا رسیده. به همین جهت مقایسه با مدت مشابه سال قبلش که این طرح به اجرا نرسیده بود نشان دهنده افزایش میانگین 30% در گردشگران ورودی از کشورهای لغو روادیده. در قانون برنامه هفتم هم دولت مکلف است تا پایان برنامه تعداد گردشگر ورودی به کشور را به 15 میلیون نفر برساند. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.